سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. کار ساخت آرامگاه سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان 80% پیشرفت کاری داشته است. ریاست بنایی شرکت انکشاف ملی میگوید این مقبره در تپه تاج بیگ شهر کابل ساخته می شود که دارای 3 تالار، 2 کتابخانه و 2 نمایشگاه می باشد که هزینه مالی آن از سوی رئیس جمهوری افغانستان پرداخت می شود. اداره هوانوردی ملکی میگوید که دستگاه رادار و سیستم مخابره میدان هوایی بگرام دوباره فعال شد. سیستم رادار و مخابره میدان هوایی بگرام که قبل از خارج شدن نیروهای حمایت قاطع از این میدان هوایی غیر فعال شده بود، دوباره توسط تیم تکنیکی اداره هوانوردی ملکی فعال ساخته شد. با گفته این اداره، از این 2 سیستم برای راهنمایی طیاره‌ها که در این میدان هوایی و میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی نشست و برخاست می‌کنند کار گرفته می‌شود. اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو که معادل نزدیک به 30 میلیون دلار آمریکایی می شود برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان اختصاص داد. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا برای بودجه و منابع بشری در کنفرانس خبری در بروکسل به خبرنگاران گفت کمیسیون اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو را به عنوان کمک‌های بشردوستانه اضافی برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان اختصاص داد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 22,000 خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. حکومت افغانستان هم گفته است که به خاطر مبارزه با خشکسالی تدابیر ویژه‌ای گرفته است. اداره ملی تنظیم امور آب میگوید که کار فاز دوم بند کجکی بعد از افتتاح بند کمال خان تسریع یافته است. بند کجکی در ولایت هلمند بالای دریای هلمند اعمار می شود. این بند ظرفیت ذخیره 2 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب آب را دارد و حدود 100 متر ارتفاع دارد و نزدیک به 2300 متر مربع پهنا دارد. قرار است این بند حدود 1800 کیلومتر مربع زمین‌های خشک منطقه را آبیاری کند. بند کجکی دومین بند است که بالای دریای هلمند اعمار می شود. صادرات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی کشور 30% افزایش یافته است. اداره هوانوردی ملکی میگوید در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 6000 تن اموال به کشورهای عربستان سعودی، امارات، ترکیه، کویت، هند و چین صادر شده است که بر بنیاد معلومات اداره هوانوردی ملکی این صادرات نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. مرکز واحد پروسس اسناد محصولات صادراتی در بندر اسلام قلعه هرات افتتاح شد. فواد احمدی سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید این مرکز به ارزش 10 میلیون افغانی به خاطر ایجاد سهولت برای تاجران افتتاح شد. وی گفت با افتتاح این مرکز کار تاجران به زودی طی مراحل خواهد شد. مقام‌های ولایت زابل گفتند که 4 بند بزرگ آب و برق در این ولایت ساخته می شود. به گفته این مقامات کارهای نخستین برای ساخته شدن این بندها به پایان رسیده است. ایجاد این بندها روند کشاورزی را بهبود و انرژی برق به مردمان این ولایت فراهم خواهد کرد. احمد گل رسولی والی زابل میگوید با ساخته شدن این بند 77 میگاوات برق نیز تولید خواهد شد. در همین حال رئیس آبیاری ولایت زابل میگوید که این بندها به ارزش 132 میلیون افغانی در شهر قلات و شمار از ولسوالی‌های دیگر زابل در حال ساخت است. این در حال است که رئیس جمهور وعده مهار آبهای کشور را داده است و گفته است که ساخت بندهای آبی در کشور افزایش می‌یابد. و در حدود 12,000 تن مشغول کار در فابریکات ولایت ننگرهار هستند. مقامات محلی میگویند در شهر جلال آباد و شهرک صنعتی این ولایت با سرمایه‌گذاری 200 میلیون دلار 350 فابریکه تولیدی فعالیت می‌کند. مقامات گفتند این فابریکات صنعتی و تولیدی در بخش‌های گوناگون کار می‌کنند. این بود خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.